در قلب تاریکی قرن هشتم میلادی مردی از دل خراسان برخاست که تاریخ اسلام را برای همیشه تغییر داد. او ابو مسلم خراسانی بود، فرمانده مرموز، استراتژیست بیباک و پرچمدار انقلابی که سلسله امویان را نابود کرد و عباسیان را بر تخت قدرت نشاند. اما چی کسی بود این مرد اسطوره‌ای؟ چرا زندگی او با خیانت و خون پایان یافت؟ همراه ما باشید تا نگاه به زندگی وی بیاندازیم. ابو مسلم خراسانی در سال 718 میلادی در روستای نزدیک مرو ترکمنستان امروزی در خراسان بزرگ به دنیا آمد. نام اصلی او بهزادان بود و تبارش به دهقانان ایرانی تازه مسلمان شده می رسید. منابع درباره تبار او اختلاف دارند. برخی او را از خانواده دهقانان اشراف زمیندار ایرانی دانستند، اما تبار ساسانیش قطعی نیست. برخی منابع او را از نوادگان اشراف ساسانی می دانند. اما زندگی سخت روستایی و فقر او را از کودکی با روحیه سرکش و بیباک پرورش داد. در جوانی به حلقه های زیرزمینی داییان عباسی پیوست، مبلغانی که در پنهانی علیه امویان فعالیت می کردند. هوش سرشار و جذبه ابو مسلم توجه ابراهیم امام رهبر عباسیان را جلب کرد. او که نام ابو مسلم را بر این جوان نهاد، او را به نماد انقلاب تبدیل کرد. حکومت امویان از 661 الی 750 میلادی با تبعیض علیه غیر عربها، موالی و مالیات‌های سنگین خشم مردم ایران و عراق را برانگیخته بود. عباسیان با شعار الرضا من آل محمد وعده برقراری عدالت از نارضایتی مردم سوء استفاده کردند. ابو مسلم در سال 747 میلادی به خراسان فرستاده شد تا جنبش سیاه جامگان هواداران عباسی با لباسهای سیاه نمادین را رهبری کند. او با ترکیب از تبلیغات مذهبی، سازماندهی نظامی و اتحاد قبایل ناراضی ارتش 100,000 نفره ساخت. برخی منابع تعداد سپاه او را کمتر از این ذکر کردند، اما نیروی اصلی او ترکیب از ایرانیان، اعراب و ترک‌های خراسان بود. رقم دقیق مشخص نیست. شعار او ساده بود: انتقام برای خون حسین، عدالت برای موالی. در سال 749 میلادی ابو مسلم با پیروزی در نبرد جراحان کنترل خراسان بزرگ را به دست گرفت. سپس سپاهش را به سمت غرب هدایت کرد. نقطه اوج نبرد زاب در 750 میلادی بود، جایی که سپاه امویان به رهبری خلیفه مروان دوم در برابر سیاه جامگان شکست خورد. ابو مسلم با امویان جنگید. در حقیقت عبدالله بن علی اموی صفا بیشتر مسئول کشتار خاندان اموی بود، به ویژه در دمشق و شام. ابو مسلم در شرق امویان را سرکوب کرد، اما قتل عام خاندان اموی به طور مستقیم توسط او انجام نشد. تقریبا همه اعضای خاندان اموی را عبدالله بن علی اموی صفا و دیگران قتل عام کرد و اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفا را در کوفه به قدرت رساند. ابو مسلم خراسانی حالا حاکم مطلق خراسان و مرد شماره دوم امپراتوری بود، اما قدرت ابو مسلم برای عباسیان ترسناک شد. خلیفه دوم منصور عباسی از نفوذ او در شرق و محبوبیتش در میان ایرانیان و خراسانیان هراس داشت. در سال 755 میلادی منصور او را به بهانه به عراق دعوت کرد. ابو مسلم که فریب وعده های دروغین را خورده بود، در قصر منصور ترور شد. میگویند آخرین جمله او این بود: خلیفه را بگویید قبرم را آبیاری کند، خون من درخت عباسیان را خواهد سوزاند. مرگ او شورش های گسترده در خراسان را
رقم زد و الهام بخش جنبش های مانند خرمدینان شد. جنبش خرمدینان بر رهبری بابک خرمدین حدود 70 سال پس از مرگ ابو مسلم خراسانی شکل گرفت و گرچه برخی پیروان او را از هواداران ابو مسلم می‌دانستند، اما این جنبش ماهیت زردشتی داشت و در این مورد اختلاف است. خرمدینان پیرو آیین ترکیبی از باورهای پیش از اسلام مانند زرتشت، مزدکیان و مانویان و برخی از مفاهیم شیعی بودند. آنها به تناسخ باور داشتند و معتقد بودند روح ابو مسلم خراسانی در رهبرانشان از جمله بابک خرمدین حلول کرده است. این آیین بیشتر شبه زرتشتی و التقاطی بود تا زرتشتی رسمی. برخی منابع اسلامی مانند طبری و ابن ندیم آنها را زندیق و ملحد می‌خواندند و ادعا می‌کردند که به جنگ با اسلام برخاستند، اما این اتهامات ممکن است تحت تاثیر تبلیغات عباسیان باشد. در واقع خرمدینان نه کاملا ضد اسلامی بودند و نه صرفاً زرتشتی. آنها بیشتر معترض به ستم حکومت عباسی و سیاست‌های مالیاتی آنها بودند. شعار اصلی خرمدینان احیای عدالت و مقابله با مالیات‌های سنگین عباسیان بود. آنها اسلام را به عنوان دین رد نمی‌کردند، بلکه به حکومت اعتراض داشتند که به نام اسلام ستم می‌کرد. حالا برخی از هواداران بابک مسلمان بودند اما از ظلم عباسیان خسته شده بود. ابو مسلم در چشم ایرانیان نماد مبارزه با ستم امویان بود. برخی او را احیاگر هویت ایرانی می‌دانند. گردیزی تاریخدان ایرانی نوشت ابو مسلم تیغ تیز عباسیان بود، اما وقت کارش تمام شد خود قربانی شد. امروز برخی او را پیشگام انقلاب‌های مردمی می‌دانند، انقلابی که رنگ مذهب و سیاست را برای همیشه تغییر داد. ابو مسلم خراسانی فرزند خراسان کبیر از خاکستر امویان امپراتوری عباسی را برپا کرد، اما خود در توطئه تاریک جان باخت. زندگی او درس عبرت است از قدرت و خیانت و قیمت انقلاب. اگر از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. نظرتان را در کامنت همراه ما شریک بسازید.